امروز مولوی باختری صحبت کرده 3 روزی میشود که والله میشنمه که مولوی باختری مرد. در گوش همه میاد امروز در باختر آوازه که اپای حسن مرد، خواهر رحمت الله مرد. روزی میشه میگه حسن مرد، روزی میشه حاجی صاحب مرد میگه. این روز میاد آیا برای روز تیار هستین؟ ای برادر، این دنیا نیست جای خنده و عشرت و حیله بازی. اگر بهشت جاویدان میخواهی 5 وقت نماز و نماز شب و ناله و فریاد کن. مرگ مانند یک لیوان آب که آزی آمدیم تشنه شدیم آب پرسیدیم که آب بته چای بته. مرگ هم خیلی یک روز هر یک تایما چی خزنده و چرنده و پرنده و گزنده باشد چی جمنده روی زمین اینس جنس مرگ یک روز میچشد. چخیلی که انبیای کرام چشیدن، این خواهرمان چشید، پدر و مادرمان چشید، یک روز مرگ ما مثل آب میچشید. ولی قبر بابون کل نفس داخلها. قبر میگه یک دروازه که هر یک مردم و هر یک نفس او داخلی و قبر میروه. برای قبر آمادگی کن. میگه مرگ را یک رسم است، ندارد بر کسی رحمی، نه بر طفل بی زبان و نه بر جوانی قدرسی، نه بر پیر سال خورده و نه بر شاه و گدا، همانا فرمان میبرد آن از خدا. وقتی بود شید کل نفس ذائقة الموت. راهی که حضرت عزرائیل راهی میکنه میگه برای فلانی در صفات فیضلی بگی، برای در فلانی در باختر بگی، برای اوشا در هندوستان بگی. او ملائکه ها انسان فرق میکنن. همیشه شنویدن امر زود انجام میتن، خیلی مکس نمیکنن. همین میاین فلانی در کار قبض میکنن میروند دیگه نمیستن که رنگی ما بچه‌مون آو دارای میکنیم، پمیدور دارای میکنیم، چکه دارای میکنیم، 1 ساعت 2 ساعت بعد میای. خیلی نیست. ملائکه که همونجا امر گرفت میآید زود دیگه وقت نیست دیگه.